داستان فارسیه باد شکم پادشاه، حکایتی کهن و خنده‌دار از پادشاهی که عاشق حبوبات بود و تولید باد میکرد. روزگاری در سرزمین‌های دور پادشاهی زندگی میکرد که به مرض نفخ روده و باد شکم دچار بود. وزیران و وکیلان دربار میترسیدند که اگر راجع به این موضوع با پادشاه سخن بگویند دچار خشم اعلیحضرت شوند. پادشاه عاشق حبوبات بود. عدس، لوبیا، نخود و آشپزها هر روز در کنار غذای اصلی که کباب و مرغ و پلو بود خوراکی از حبوبات هم قرار میدادند. او صبحها عدسی داغ با قلم گوسفندی میخورد و بعد از نهار حتما خوراک لوبیا پخته داشت و شبها اگر حمص نمیخورد خوابش نمیبرد. سال بود که سلطان در حضور وزرا و وکلا و قضات شهر از ماتحت خود باد در میداد و اصلا هم به روی خود نمی آورد. روزی پیغامی از سرزمین مجاور آمد که پسر سلطان همسایه برای خواستگاری دختر سلطان می آید. پادشاه ناگهان نگران آبروی خود از بابت باد شکم شده بود و نمیخواست جلوی تازه داماد و سلطان همسایه آتویی به دست کسی داده باشد. خواستگار هم از جاه و جلال و مال و منال هیچ کم نداشت و پادشاه سالها منتظر همچین دامادی بود و نباید با یک باد شکم او را فراری میداد. پس باید فکری میکرد تا مراسم خواستگاری که قرار بود هفته بعد در کاخ برگزار شود به خوبی برگزار شود. پس تنها دلواپسی او نه از بابت خانواده داماد بلکه از باد نفخ شکم خود بود. پادشاه تصمیم گرفت همه نوکران و چاکران و وزیران را جمع کند تا به حل مشکل بپردازند. پس قبل از خواب جلسه همفکری رفع باد نفخ برگزار شد. پادشاه بر تخت خود لمیده بود و مترصد یک باد محکم از ماتحت ملوکانه بود که وزیر دربار رخصت حرف زدن خواست و پادشاه سری به نشانه تایید تکان داد. اما وزیر هنوز می‌ترسید که مبادا چیزی بگوید و گرفتار خشم سلطان شود. پس با زبان بی زبانی گفت: من یک پیشنهاد دارم سلطان. آن هم این که این هفته را از خوردن غذاهای نفاخ دوری کنید تا اینطوری همه بادها تا هفته بعد خارج شوند و سلطان در آرامش مراسم خواستگاری را برگزار کند. همه وزرا ساکت بودند تا پادشاه لب به سخن گشود و گفت: باشد، موافقم. و اینجا بود که همه وزرا از روی پاچه‌خواری حرف سلطان را تایید کردند و گفتند: چه تصمیم عاقلانه‌ای، به به، و تمجید سلطان را گفتند و به وزیر برای این پیشنهاد احسنت گفتند. پس دستور را به آشپزخانه دربار دادند. سلطان روز اول را خیلی سخت گذراند. لطفاً کانال من رو سابسکرایب کن و برام کامنت بذار تا بدونم چه قصه هایی رو دوست داری. زنگوله و لایکم یادت نره. روز دوم پادشاه از اینکه از طعام مورد نظرش منع شده بسیار عصبانی و خشمگین بود، ولی روز را سپری کرد تا روز سوم که تا پادشاه سر از بالین برداشت به آشپزها دستور داد که خوراک عدس محبوبش را بیاورند و دیگر طاقت جدایی از محبوبانش را نداشت. ولی خوردن خوراک عدس مساوی بود با نفخ شکم سلطان. در سرسرا راه میرفت و هر ثانیه بادی در میکرد. ملیجک دربار تنها کسی بود که میتوانست با سلطان شوخی کند. بعد از هر بادی که سلطان در میکرد یک احسنت میگفت و خود را برای پادشاه لوس میکرد. پادشاه هم قشقش میخندید و باد تازه‌ای در میکرد. از آنجایی که پادشاه نتوانسته بود بر نفس اماره غالب شود، جلسه شورای همفکری باد شکم دوباره برگزار شد. یکی از وزرا گفت: طبیبی به تازگی وارد شهر شده و بسیار حاذق است. پیشنهاد میکنم او را به قصر بخوانیم و چاره مشکل را جویا شویم. پادشاه موافقت کرد و طبیب آمد. ابتدا نبض سلطان را گرفت و به چهره پادشاه نگاه کرد. بعد سرش رو روی شکم پرنفخ همایونی گذاشت و گفت: باد بزرگی در شکمتان است که اگر خارج نشود بیم آن می رود که به سمت قلبتان برود و اتفاق ناگواری بیفتد. پس من پماد دستازی آماده می کنم تا آن را به شکم و کمرتان بمالید
بعد روی شکم بخوابید و به ملیجک گفت آرام روی پشت و کمر سلطان راه برود تا بلکه باد قبل از انفجار خارج شود. ملیجک هم همین کار را کرد و هر ثانیه یک بار باد جدیدی از ماتحت همایونی خارج می شد و بوی آن اتاق را پر می کرد و ملیجک مجید سرورش را می گفت. پادشاه هم غرق خنده بود. بالاخره مداوا انجام شد و پادشاه سبک شد. سلطان هم دستور داد که 10 کیسه سکه طلا به طبیب بدهند. درباریان هم چنین کردند. ولی 1 روز بعد دوباره پادشاه دچار باد شکم شد. او در سرسرا راه می رفت و به طبیب و وزیر و وکیل فحش می داد. پس دوباره شورای همفکری رفع باد شکم تشکیل شد. این بار ملیجک بود که آب دهانش را قورت داد و با صدای زنانه جوری که شاه از کوره در نرود گفت من یک پیشنهاد دارم. چرا از چوب پنبه استفاده نکنیم تا جلوی این باد سرکش طوفان دمنده را بگیریم؟ پادشاه و وزرا کمی فکر کردند و دست آخر پادشاه با صدایی که از سر ناچاری بود گفت باشد، این کار را هم میکنم. ولی اگر جواب ندهد آن وقت من میدانم و تو. به دستور پادشاه از بازار چوب پنبه مرغوبی تهیه کردند و نجار هم از آن چند میله کوتاه و باریک طوری که نه به سوراخ ماتحت همایونی فشار بیاید و نه اینکه از آن بادی نشت کند ساخت و با ترس و لرز به درگاه همایونی برد. پادشاه هم همه را امتحان کرد تا سرانجام سایز خودش را انتخاب کرد. پس پادشاه 1 دنیا از حبوبات و عدس و نخود و لوبیا خورد و چوب پنبه را به ماتحت همایونی تزریق کرد. همه اهل دربار دلواپس بودند که حالا چه می شود و بیشتر از همه نجار بود که دل در دل نداشت که اگر چوب پنبهش کار نکند سرش را از دست خواهد داد. حالا دیگر سرنوشتش به بادی بند بود. آن هم چه بادی! چند ساعت که گذشت دل و روده پادشاه به حد انفجار پر از باد شد. او چند بار آروغ زد ولی نهایتاً زور نخود لوبیاها چربید و چوب پنبه با قدرت 1 بمب هسته‌ای از ماتحت سلطان خارج شد و به دیوار کمانه کرد و نزدیک بود به تخم چشم چپ وزیر دربار بخورد. پادشاه شروع به نثار فحش به ملیجک و وزرا و طبیب و آشپز و نجار و همه کرد. پادشاه بسیار عصبانی بود و ملیجک بسیار ترسیده بود. پادشاه جلاد را صدا کرد. ملیجک را پیش پای سلطان خواباندند. شاه شمشیر جلاد را گرفت و بر گرده ملیجک گذاشت. اما به او گفت ای پدر سوخته، تو را نمی کشم بلکه برایت نقشه بهتری دارم. چطور توانستی مرا به سخره بگیری؟ روز خواستگاری شد و سلطان همسایه و ملکه و شاهزاده وارد ملک سلطان بادها شدند. ملیجک طبق فرمان پادشاه باید دائم کنار شاه می ایستاد و تکان هم نمی خورد. حتی حرف هم نباید می زد. آن بدبخت هم چاره‌ای جز فرمان برداری نداشت. خواستگاری انجام شد و داستان رسید به مهریه و شیربها و روستاها و سکه ها و حیوانات و مال و اموالی که باید بین 2 طرف رد و بدل می شد که ناگهان بادی از ماتحت همایونی خارج شد. پادشاه رو کرد به ملیجک و به گردن او انداخت که ای پدر سوخته، چرا آبروی ما را میبری؟ بده هم سرت را از بدن جدا کنند. ملیجک با ترس و وحشت سرش را پایین انداخته بود که پادشاه همسایه با لبخندی گفت عیبی ندارد. باد شکم غلام اخت خوشیمن است و ما این را به باد بهاری که بر زندگی این 2 جوان می‌وزد تعبیر می‌کنیم. خیر است. صحبت‌ها ادامه پیدا کرد که روده پادشاه دوباره درفشانی کرد و بادی دیگر از ماتحت آن جناب خارج شد. باد چنان شتابی داشت که پایه‌های قصر را لرزاند. این بار همه رو به ملیجک بیچاره کردند و با عصبانیت به او خیره شدند. پادشاه فریاد زد شلاق مرا بیاورید و 40 ضرب شلاق به باسن ملیجک بیچاره زد و به تخت خود برگشت. ملیجک بیرمق و ناتوان در جای خود ایستاد تا اینکه برای بار 3 طوفان پیچیده در شکم پادشاه راه خود را به بیرون پیدا کرد.
و این بار چنان صدای مهیبی داد که گویا سقف فرو می‌ریزد. دوباره پادشاه دستور داد تا شمشیرش را بیاورند، اما مادر داماد که اوضاع را این چنین دید با لبخندی به سلطان گفت: ریختن خون در خواستگاری بدشگون است. این بار او را به ما ببخشید. پادشاه هم با اینکه از داستان پشت پرده باد شکم با خبر بود، با منت حرف ملکه را قبول کرد و از کشتن ملیجک درگذشت. بوی گند باد نفخ شکم سلطان کل قصر را فرا گرفته بود. پادشاه همسایه پیشنهاد داد تا دو سلطان برای ادامه گفتگوها به حیاط قصر بروند. هر دو رفتند. آنها با هم قدم می‌زدند که ناگهان صدای باد شکمی مهیب درختان را به لرزه درآورد. اما این بار باد شکم سلطان ما نبود، بلکه روده های پادشاه همسایه بود که طوفان به پا کرده بود. پادشاه به سلطان نگاه کرد و قهقهه‌ای زد و گفت: من هم مثل ملیجک شما هر از گاهی بادی از خود خارج می کنم. چه کنیم؟ دست خودمان نیست. ما هم آدمی زادیم. سلطان دستش را به گردن پادشاه همسایه انداخت و به او گفت: پس تو هم مثل خود مایی. هر دو خندیدند و این گونه بود که فرمان روایی بادها سالهای سال پا برجا ماند. این قصه تونست تو رو بخندونه؟ حتما برام کامنت بذار که خندیدی یا نه و منتظر قصه های بعدی باش.